مشکل بیشتر آدمایی نیست که کم هوشن. مشکلشان یکی کوچیک فکر میکنن. ما در دنیای زندگی میکنیم که همه میگن واقع بین باش، بلند پروازی نکو، زیادی بزرگ فکر نکو. ولی اگه مشکل دقیقاً همی باشه چی؟ اگه دلیلی که هنوز همون جایی که بودی استادی ای باشه که هیچ وقت به خودت اجازه ندادی بزرگ فکر کنی. امروز در فصل 3 جادوی فکر بزرگ قراره بفهمیم چرا اندازه فکر ما اندازه زندگی ما را تعیین میکنه. تصور که 2 نفر در یک کمپانی کار میکنن. نفر اول میگه اینجی نهایتاً موشه یک کارمند بود، همین حقوقش خوبه. دومی میگه چرا 5 سال دیگه مدیر همینجی نباشم. فرقشان در مدرک نیسته، در هوش هم نیسته، حتی در شرایط هم بستگی نداره. فرقشان در اندازه تصوری است که از آیندهشان دارن. اکثر آدما سقف ذهنی دارن. قبل از اینکه دنیا محدودشان کنه خودشان خدا محدود میکنن. ما از بچگی یاد گرفتیم محتاط باشیم، ریسک نکنیم، زیاد رویا پردازی نکنیم. کم کم یک صدای کوچک در ذهنمو شکل میگیره که میگه تو در حد همی هستی، زیادی بالا نرو، اگه شکست بخوری چی؟ ولی دیوید شوارتز میگه که موفقیت بیشتر از اینکه به هوش مربوط باشه و باور ما درباره خودمان مربوطه. اگه باور کنی میتونی رشد کنی، شروع مونی، جور دیگه ای تصمیم بگیری. یکی از نکات مهم این فصل از کلمات بزرگ استفاده کن. به جای اینکه بگی اگه شونه خوبه، بگو من راهشی را پیدا میکنم. به جایی که بگی نمیدانم بیتانم، بگو یاد میگیرم که چطور انجامش بدم. زبان فقط حرف نیسته، برنامه ریزی ذهنه. ذهن ما دقیقاً طبق چیزایی که بهش میگیم رفتار میکنه. خودت 5 سال بعد تصور کن. نسخه موفق‌تر، آرامتر، درآمدش بیشتر، اعتماد به نفسش بالاتر. حالا از خودت بپرس او آدم امروز چه تصمیمی میگرفت؟ آدمی که بزرگ فکر میکنه قبل از اینکه به نتیجه برسه هویتش را عوض میکنه. یکی از دلایلی که مردم کوچیک فکر میکنن محیطشانه. وقتی دور و برت پر از آدمایی که میگن نموشه، سخته، اینجی افغانستانه، ایرانه، آمریکا نیسته، فرقی نداره. ذهن تو رو کوچیک میکنه. ولی وقتی کتاب میخوانی، وقتی محتوای رشد گوش میدی، وقتی بجای اسکرول بی هدف ذهن خورا تغذیه میکنی، در اون محیط ذهن خورا بزرگتر میکنی. دنیا به اندازه فکر ما بزرگ میشه. اگر فکر کنی سقفت همی هسته، همی موشه. اگر فکر کنی میتونی بیشتر باشی، کم کم راه ظاهر میشه. بزرگ فکر کردن به این معنی نیست که رویا پردازی کنی و هیچ کاری نکنی. یعنی خودت دست کم نگیری. یعنی وقتی تصمیم میگیری از جایگاه نسخه ضعیفتر تصمیم نگیری. زندگی خیلی بزرگتر از اویه که ما تصور میکنیم. آیا جرأت داری بزرگتر تصورش کنی؟ به جای اسکرول کردن زندگی بقیه، نسخه بزرگتر خودت بساز.